برگشت من بازم پلنی دارم ادعایی ندارم. بعضی واسه بازی برگشت پلنی دارن عمو بی ادعا تو کامنت ها. خب آقا الان دورش شده رفت و برگشته یا نه برد و باخت برد و باخت حله بس کلا یکی چی باخت و برده برد This is the Real Madrid starting lineup. Thibaut Courtois is Thibaut? in goal. Antonio Rudiger plays alongside Eder Militao in central defense. Federico Valverde plays with Look at this dude. دست خوش دست خوش من تو نمیگیرم تو نچرخ This is the Barcelona team sheet. Team sheet? نه اتوبان رش به من اتوبان رش به من اتوبان اوه کیف کرد چجوری گرفت توپو پرتابش کرد هوا And leading the line. چه ریدی بلای لس لش خیلی لسن شل آخر آه، پاس آه. میدی چی کنه باید نروزن حساب پیدا که این تو پاره داره میگیره تو باید میگیره تو پاره نمیگیره خدا شاهده تو مجازی میگیره یه پاور شد میگیری وای داشت بچه ها نمیتونه بزنی 851 نفر داخل دفاع هست غیرت به قشنگ با جون و دل دارن دفاع میکنن رئالیا سفید پوش این فرار رئال میکنه یعنی اون وقت آفرین خودش کاستار یا کسی نبود ولی نه دور از شروع ما همچنین این خوب میشیم با این چیزایی که من دارم از خودم میبینم آقا من این برم اوخ اوه یه دست به زمین زد دقت کرد تمام بازیکنه من داره شوت میکنه به جا تو به جالبش اینه که داورم خطا داور نمیگیره سوتشو گم کرده آقا بیا میدونه گل بخور وای وای گل بگی گل بگی بگیرش گل بغلش کن بوس کن زد چی زدی داره میموزه چی زدی آقا بکن آقا جان هفت که جونیور رو فوش میدم آن جونیور فوش گره خوردم ببین میتونی این بازی دهیش ببری دهی با من یا تو پسر ببین میتونی من دهیش اگه من ببری اشتباه بکنم بزنی دیگه باز با من نمیدونی یا پسر گری تو آقا لالیگا سری گلو میزنن میره لالیگا تضعیف رویه نباشه میگن چی میگن لوندوفسکی گل نگاه گل نیست گل نیست بهت میگم وای من فکر کردی همینطوری مثلا بزا آقا تو بری جلو برای گل بزنی بیای چی فکر کردی پیش خودش آقا چرا اینقدر بازی کنم میزنی؟ ببین چه استوپی کرد چه گرفتنی کرد چه پاسکاری داره میکنه چه سانتی زد اشتباهی حسام نظرت الان راجع به فوتبال ما چیه خدایی من خودم میدونم سرگیجه امباپه چطوری رد شد آفساید آرام باشی آفساید آخه نگاه کن استوکش تو آفساید بابا بند کفشش رو آفساید بود اون نخ بند کفشش رو دیگه اشتباه کرده امباپ آخه مثلا اوف استوکو دیدی همین خودش گل دیده ما ندیده پاس 1 2 میره این بازی کن برو گل رو کیف کردی هم بزن گل رو کیف کردی هم بزن گل رو کیف کردی آقا از ببین مفتی میزنه مفتی مفتی میزنه گل ولی من گل نمیذارم باید حرفه‌ای باشه گل من نمیذارم نشون دو تا فراری دو تا برای پاس عمقی این چقدر لشه خود خیلی فیفا 25 مسخره درست بازی واقعا بازی کن خستش آدم میزده دیگه خستش جدی گاری توپو بندازه جلو و خودش وای میزه نگاه میکنه
چندی؟ 2-1 بازم خوب. یه بازیکن از عاشقونم سکسی و پوسکت. I'm sexy and I know it. آقا برو بگن توپا بگن بگی مرسی ترشگن اوت شد. مرسی ترشگن مثلا جان بشین چیزی نیست بابا بشین تو باید بگه وای امباپه رو نگاه دیگه داره گریه میکنه امباپه به هیچی معروف نیست. بزن دور کن 100% اینجا آقا این بازم زد داور سوتش کن وای چیزی نیست تو ایزی خطای دیگه اون خطا نیست. بولویا بیا آره ما به کلش نزدیم. دیدی چی شد؟ هیچی نشد. گل دیدی؟ آفساید که نیست خطا که نمیشه. آقا اینو اینجا بگیده آقا بس بده قبول داری جونیوره؟ خوش میدم با جونیوره؟ چه دشمنی با جونیور دارم خودم هم نمیدونم. تو میدونی؟ چی؟ میدونی؟ کجا؟ میگم چه دشمنی با جونیور دارم نمیدونم. چرا؟ 2000 years later. نمیدونم. توپو نمیشه دیدی چرا؟ نمیدونم. چی؟ دیدی؟ ربنا خداحافظ گل نیست ولی که خوشحالی نه. خداحافظ گل نیست گل میکنم. پشتبانی باشین گل نیست. حالا دیگه داره از پاسکاری به هم میخوره. آخر پسر تو پاس میان شیر پدر چی؟ شیر مادر و نان پدر حلاله لم بزن اما اسکولم نمیذارم آقا این لالیگا کیه که به من توضیح بده؟ آقا آشنای دیگه میشه نگاه کلیدی روش 107 708 آخر تو چرخه شو دیدی؟ چرخه شو بگیر گل بگیر این گل قربون شکل دام پنالتی بگیر نیست آقا پنالتی من خانم دارم زمانی که داور سودشو گم کرده همینه بود پرشر دست تا خود دروازه دوید پاس این گل نیست آخه تو دوست داشتی حرکتو هم بزن میبینم که از این ور صدا نمیاد کدوم ور صدا از این ور صدا نمیاد نه از این ور صدا نمیاد ماشین رو دارم حسام نظر چیه گندگان میارم بیرون فرمی چه گنچی؟ گندگوزی میخواد بیاره فش میدم به این لالیگا چیه؟ 4-2 خدایی نزن زشته مهمانی گفتن برحال فکر کنم گل بگیر تا چکمی تو آفزاید بود مثلا امباپه حال من داشت برم میخوره آفش توی ساید بود نگاه مرتی که کچن دعای رشوتران تو این آفزاید مقدار یعنی یه 4-5 بگیر دیگه وای امباپه عمرن شانس داری خداییه به جانم اصلا به هر کسی بخوای اصلا نمیدونم تو شانسی چند تا موقع گل داشتن حرکتار گل بیر فقط این راه میری دیگه چه حرکتی خدافظ
چند تا موقع گل از هم بزن همین سه تا موقع گل از پشت سر چی یعنی چی گل آخره بزنیم ببینیم نظرتونه گل آخر دیگه یعنی ببینیم مثلا یاد گرفتن میگم این چیز خاصی دیگه گورتوار مرغ داره میگیره تمام شد بازی بکنم خب آقا اینم از آخر بازی آقا اینم از آخر بازی نظر راجع به باخت چی هست؟ نظر من یا نظر داری؟ رو به دوربین نظر من یا نظر داری؟ توپ جمع کن بودی فیچ تو که داشت تو بازی آشغالی خاصی ندارم ولی این به عنوان دستگرمی بود دستگرمی اگه باشه از طرف من باید باشه اصلا بازی برام هیچ مهم نبود فقط دوست داشتم با بچه‌ها گرم شده واقعا دستگرمی آقا اگه دوست دارین دوباره همین یکی با هم دیگه باشیم حتما تو کامنت ها بنویسین لایک و کامنت و سابسکرایب یاد نره امیدوارم از این کلیپ کلی لذت برده باشین تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.